در دوره کارهای آبادانی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ناحیه وسع کارهای آبادانی وسعت تازه پیدا می‌نمایند. در این دایره در سمت کارهای ساختمانی در دهه به نام حمیدآباد مرحله اول منفرش نمودن روی مرکزی دهه در مسافه 1 کیلومتر آغاز گردید. در این مرحله کارهای باسنگ و شغل هموارکنی راه انجام داده شدند. در این کار سهم شخصان سخاوتمند دهه اویله مرادوف کلان میباشد. راه لوی بود مقصد همی حرکت ما با همی اودی همی قشلوق خدم وطن خدم مقصد که وطن ما اود مثال چی باشد روی مذکور منطقوی میباشد. توسط آن وسایل نقلیات به سمت دهه‌های قینر و شهرک زحمت‌آباد حرکت نموده مهمانان و سیاحان از این موضع نظر میکنند. مهمیت این انشاءات را به نظر گرفته کمیته محله با دستگیری ساکنان اقدام گرفته است که در شفت راه جویبارهای آبروی بتونی چینانیده دیگر کارهای آبادانی محله را تا جشن‌های ملی به انجام رسانند. این زمان در با تشبوس دستگیری اسکامانه دهه راه اساسی دهه سنگفرش کرده ایستادن سنگ و شغل ریخته آماده کرده با امکانات‌های دوسته شد نیاز داریم که راه را اسفالت پوش کنیم. البته همچنین در دهات یک چند انشاءات ساختمان رفته است. از آن جمله ساختمان دو مغازه یک مغازه خودروی و یک مغازه ساختمانی رفته است. همچنین نکته نمونه که در دهه امروز ساختمان بنای تعلیمی رفته شده است عبارت از 3 روشنه برای 320 خواننده در یک بس و همچنین در این دوره از طرف لایه آب تامین کنی و بهداشت در دهات در دهه خط آب گذرانده شدند که البته هر یک ساکن دهه یک نقطه آب تامین کنی گذرانده می شود. کارهای آبادانی در دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه باشده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه دارند و این مناسبت در دهه جوریز دهاتی به نام ابی عوض بعد انجام کارهای آبادانی در محل ساکنان به ساختمان دروازه دهه شروع کردند. انشاءات مذکور در درآمدگاه دهه ساخته شده طبق لایحه معماری شهرسازی اداره لایحه‌کشی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسع نقشه آن طرحریزی گردیده بلندی دروازه 5 متر را تشکیل خواهد داد. ما انا آرامگاهی قشلاق اساس کردیم با این در قشلاق زبر شورا توزه کردیم سیمنت ریختیم هم کار را در رو شب امپارتیتیم رو درست شوند هم کار را به سود رساندیم. در دهه صلح‌آباد دهات توگرک باشد کارهای ساختمانی عوض نمودن بالاپوش بنای مؤسسه تسلیحات تا مکتبی رقم 10 چراغک آغاز کرده شد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 200 عدد شیفر برای نوسازی بام بنای مذکور تامین گردید. در این مؤسسه تسلیحات تا مکتبی 70 نفر کودکان دهه صلح‌آباد با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسه رخت خواب کودکان هم با رخت‌های نو عوض کرده شدند. کارهای سازندگی در دیگر دهه‌های ناحیه ادامه دارند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.